بنده میخواستم سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، چون که سلام نکردم چون که این برنامه اصلا خودم میدونم. اینجا امروز یک استادی آوردیم که میخواد برای شما یک سری مزخرفات و مزحلفات یک سری برای شما بگه. استاد گرامی و عزیز و قربون شما بفرمایید. بهتره که خب بفرمایید قربان. بله میفرمایم. بله استاد چرا زبون لال شده؟ نمیذاری آخه حرف بزنم، اصلا اینقدر زیر کرد نذاش حرف بزنم. من چی بگم آخه به تو؟ من اینجا به چی بگم آخه؟ من به کی حرف دلمو بزنم؟ اینقدر شما زیر کردی نذاشتی ما حرف بزنیم. هی گفتی منم نتونستم چیزی بگم. خب حالا از شوخی که بگذریم، شما اصلا چی کاره هستید که امروز اومدید تو برنامه ما؟ اینو برای ما یه توضیح بدید آقا. خب حالا بعد میریم سر مسائل ریز و کوچیک‌تر. متوجه هستین که خب حالا میرسیم به این مسئله که باز شما لال شدین و حرف زدن بلد نیستین. من نمیدونم تو خانواده شما واقعا چی به شما یاد دادن که شما اینقدر نفهم گیج شدید و تو این برنامه واقعا افتضاح کردید. شغل شما چی بوده استاد گرامی؟ اگه یه موقع راجع به شغلتون برای ما توضیح بدید دیگه ما اصلا عالی میشه این برنامه. یکم لطفاً اون شغلتون برای ما توضیح بدید خواهشاً. البته اگه اشکالی برای شما نداره. من یه رئیس کل فضولیابام و حلقوم هر کس که زیاد زرزر میکنه رو از ته میکشم و اجازه نمیدم که کسی زرزر میکنه. و در یک بحث کلی میتونم بگم که فضولیابی در ایران کم کم داره رشد میکنه و تا بتونم تو توالت نشستی مگه؟ نه اصلا بابا من میگم که در این بخش از کار فضولیابی ما 3 تا روش داره. آقا برو توالت. من اینجا که چی بگم، من زیرم انمو در بردن چی بگم زایم کردن رفت. چرا منو زایه کردین؟ من بحث کلی فضولیابی و اواخر اون در دهه 60 میلادی در 3 پایه‌گذاری شد و اون رو به بخش 3 تقسیم کردن. اول اینکه اومدن گفتن آقا فروش تیشه برابر با فروش بیل و نباید کلنگا بورسشون بره بالا. ما در این موقع اومدیم افغانی ها رو تحریم کردیم و ماله هامون رو فروختیم و بعدم سینه کیشامون رو فروختیم. بعد گفتیم بهشون آقا حالا بیاین اینجا آجرسازی. یعنی چی؟ یعنی که ما از همون بیل و کلنگا دوباره استفاده کردیم. ما بیل و کلنگا رو فروختیم بهشون، بعد دوباره ازشون استفاده کردیم و گفتیم که خونه بسازن. و بعد از ساخت خونه گفتیم حالا خب زیادی کار کردین، شما نباید اینجا میبوندین، اصلا شما پاسپورت نداشتین و حالا برین بیرون. و بعد از اون خب بله تو این گوشی برای من زر میزنن که دیگه برنامه داره به اتمام میرسه. خیلی خوشحال نشدیم از دیدار شما و اصلا حالمون افتضاح شد، داشتیم بالا می آوردیم واقعا و دیگه کاری نداریم. خداحافظ. برو گم شو. از چی بگم